باید یه جایی همین اطراف باشه. لامار تنهایی فکر کنم فکر اسمش کردی؟ لامار. اینم یکی از دسته گلای جناب عالیه. بارا بابا. هی داداش ببخشید میشه بگی مجتمع برتورت کجاست؟ نه داداش نمیتونه. پسر میشه بیای؟ راستش چرا؟ اون خونه هست اونجا، پله های زرد داره. ایوه چشای تیزی داری ممنون. میشه یکم آدم باشی؟ ها؟ اگه صاحبشو بشناسه چی؟ اصلا اگه میخوای بیا تو آسمون یه بنر گنده بزنیم که دوتا سیاه میخوان ماشین بدزدن تا همه بفهمن. خوبه؟ ببین ما دزدی نمی‌کنیم، فقط پسش میگیریم. این کار قانونیه. قانونی؟ اوه آره یادم ایوه. رفته بود. جدیدن دزدی قانونی شده. از دست تو. این تو بودی که پیله کردی که این کار انجام بدیم، وگرنه من خودم هیچ مشکلی نداشتم. وضعم هم خیلی خوب بود. خوب بود؟ با چی؟ با مواد فروشی و لات بازی؟ آره جونم. اوکی. اصلا هرچی تو